تو هم آخر ماه حس میکنی پولت زود تموم میشه؟ روبی هم همین حس رو داشت. روبی همیشه سخت کار میکرد ولی آخر ماه باز هم اضطراب مالی داشت. هر بار که به قبض‌ها نگاه میکرد یه بغض کوچیک جمع میشد. میپرسید چرا با این همه تلاش هنوز حس آرامش ندارم؟ این همون دردیه که خیلی ها تجربه میکنن، استرس مالی. در یک نیمه شب سرد که روبی جلوی آینه ایستاده بود و احساس درماندگی میکرد، با خودش فکر کرد من باید یه راه جدید پیدا کنم. شاید مشکل من نداشتن پول نیست، بلکه نداشتن سواد مالی باشه. آهان، اگه یاد بگیرم پولم رو درست مدیریت کنم، میتونم آرامش مالی داشته باشم و دیگه هر ماه ترس ندارم. روبی فهمید که سواد مالی یعنی 3 مرحله طلایی: 1. حفظ پول، 2. رشد پول، 3. کسب پول بیشتر. حفظ پول یعنی کنترل نشتی مالی. روبی فهمید برای اینکه پولش حفظ بشه و بفهمه نشتی مالی کجاست باید لیست خرجاشو بنویسه. بعد از لیست کردن تازه فهمید پولش از خریدهای غیر ضروری کم میشه، مثل قهوه‌های روزانه و خریدهایی که در پیک احساسات انجام میده. اوه، پس نشتی مالی یعنی همین. حالا میفهمم چرا همیشه پول کم میارم. رشد پول یعنی پول برات کار کنه. من یاد گرفتم حفظ پول به تنهایی کافی نیست و باید پولم رو رشد بدم. چیزی که توی مدرسه و دانشگاه به همون یاد ندادن. تصمیم گرفتم یه بخشی از درآمدم رو پسنداز کنم. نه برای خرج بلکه برای رشد. طبق مطالعات من ایده های سرمایه گذاری زیادن. مثل هوش مصنوعی که آینده دنیاست. انرژی های پاک که هم زمین رو نجات میدن هم سود دارن. طلا که همیشه پناه امن مالیه. بازار سهام که با یادگیری میتونه رشدت بده. ارزهای دیجیتال که فرصتهای جهانی رو باز میکنن. مهم نیست از کجا شروع میکنی. مهم اینه که یاد بگیری پول برات کار کنه. کسب پول بیشتر یعنی افزایش درآمد و آزادی مالی. روبی فهمید برای رسیدن به آزادی مالی باید مهارت‌های جدید مثل مهارت فروش رو یاد بگیره. فرصت‌ها رو کشف کرد، استعدادهای خودش رو به کار گرفت و درآمدش رو افزایش داد. هیچ وقت فکر نمی کردم یاد گرفتن درباره پول اینقدر حس قدرت بهم بده. حالا روبی آخر ماه لبخند میزنه چون دیگه نگران نیست. پول براش دشمن نیست بلکه ابزاریه که ذهنش درست ازش استفاده میکنه. یادت باشه تا زمانی که ذهنت رو نسازی هیچ پولی نمیتونه زندگیت رو بسازه. وقتی ذهن رشد کنه پول فقط یکی از ابزارهای آزادی تو میشه. دوست عزیزم، وقتی هر 3 بخش سواد پولی رو با هم داشته باشی نه فقط استرس مالیت تموم میشه بلکه یه آینده پر از لذت و امنیت مالی برات ساخته میشه. من خودم سالها روی رشد فردی و مالی کار کردم و یه چیز رو با چشم خودم دیدم. اونایی که این 3 بخش رو بلد بودن یعنی میدونستن چطور پول در بیارن، حفظش کنن و رشدش بدن، همیشه تو زندگیشون آرامش و پیشرفت بیشتری داشتند. و حالا نوبت توئه که قدم اول رو برداری. اگه این ویدیو برات مفید بود، سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و حتما کامنت بذار. چون کامنتت برام خیلی ارزشمنده و کمکم میکنه ویدیوهای بعدی رو دقیق‌تر و بهتر بسازم.